اینجا شماری از جوانان گرد هم آمده برنامه‌ای را تحت عنوان افغانستان به تو نیاز دارد را جهت آگاهی بیشتر جوانان از عواقب مهاجرت‌های غیرقانونی در شهر مزار شریف راه اندازی کردند. برگزار کننده ها می گویند با راه اندازی این گفتمان ها می خواهند عوامل فرار جوانان را از کشور شناسایی و راه حل‌های مناسب بر آن جستجو نمایند. آنان نبود امنیت شغلی، بیکاری و افزایش ناامنی ها را از عوامل مهم فرار جوانان تحصیل کرده از کشور دانسته می گویند در یک سال گذشته 250,000 جوان افغانستان را به قصد کشورهای اروپایی ترک کردند. جوانانی که بیشتر صاحب وظیفه بودند، صاحب معاشات بلند بودند، اینا بیشتر این کشور ترک می‌کنند، چون یا ترس امنیت کاری خود اینجا مسئول احساس نمی‌کنند و این واقعا نگران کننده است. وقتی که جوانی که اینجا تحصیل کرده میباشه کشور را ترک میکنه، پس کشور ما به مغز ضرورت داره، مغزها از کشور فرار میکنه، ما نمیتونیم که درست به پیش بریم و ما در کل کامپاین ما روی آگاهی دهی می باشه به جوانان و اینکه ما چه ارزش‌هایی را در طول 15 سال به دست آوردیم و چه دستاوردهایی را داریم و چی خواهیم کرد در آینده. برنامه‌های آینده ما روی برنامه‌های بیشتر از این کار میکنیم که مثلا چطور ما پروژه بگیریم کسایی که نخبه هستن، البته جوانایی که میخوان ایده دارن از افغانستان میخوان فرار کنن، ما اونا را روی خود می داشته باشیم و اونا طرح ایده‌ای که می داشته باشه همراه با کمپانی آشوکتان همراهشون صحبت بکنیم که برای اینا یک بجت داده میشه و بعدا اینا روی طرح هم اقتصادی باشه در بخشی که باشه کار میکنن تا باشه که افغانستان یک افغانستان نوین باشه و پیشرفت کنه. در همین حال شماری از جوانان اشتراک کننده با آنکه راه اندازی این برنامه‌ها را جهت آگاهی دهی مردم مؤثر می‌دانند، از دولت می‌خواهند تا برنامه‌های مؤثر را جهت کاریابی برای همه اقشار جامعه بخصوص جوانان راه اندازی نماید. و من مطمئن هستم که راهاندازی همچون برنامه در تمام ولایت افغانستان خیلی تاثیرگذار خواهد بود و بالای جوانان خیلی تاثیر مثبت خواهد گذاشت و بخاطر از اینکه ما ایده جوانان که امروز با خود نداریم و واقعا افغانستان به اونا نیازمند است، واقعا قوت و همون جسارت افغانستان بودن نیستند با ما واقعا جای متاثر کننده است. فرار راه حل نیست، میگیم به این معنی که اونا وقت فرار میکنن خب مشکلات دارن، اما خواسته همین است که بیاین دست به دست هم بتن، یک جا ما میتونیم یک جا با هم وقتی که باشیم مشکلات زیاد را به خود حل بسازیم، مشکلات زیاد ما میتونیم حل بسازیم، ما میتونیم افکار متفاوت وقتی که ده فکر یک جا شو میتونه یک راه حل خیلی خوبی را به پیشنهاد کنه. افغانستان به تو نیاز دارد نام کمپاین است که توسط 3 جوان افغان از شبکه‌های اجتماعی آغاز شده و بعداً طی گفتمان در کابل برای مسئولان معرفی گردیده است تا آنان از این طریق بتوانند عوامل فرار مغزها را دریافت و از عواقب مهاجرت‌های غیرقانونی مردم بخصوص جوانان را آگاهی بیشتر دهند. این جوانان از دیگر جوانان کشور می‌خواهند تا افغانستان را ترک نکنند، زیرا آنان سرمایه‌های کشورند، باید جهت شکوفایی این سرزمین تلاش نمایند.